من دویم دعاگویم اولا به خدا قسم دویم دعاگویم دویم در این محفل مرکه میشینم گو اگر میگن یگان صحبت که اول ما شکرگزاری همین دسترخوانای پرمون میکنیم که خانه مردم میرای بیچاره میسونه مردم ما که خیلیش که میمون نوازای بالا که دسترخوانش در مثال نان و آب آورده مونده شکرگزاری ایو میکنم شکرگزاری از مقصد بگیم که تنی صحتمند میکنیم شکرگزاری ای دینداری میکنم شکرگزاری مقصد ای تینجی میکنم ای همه می ما به خدای مهربان قسم شکرگزاری با مردم هم مصلحت میتونم که این بسیار نعمتی بزرگه به خدا ایرا پیغمبر گفته ایرا من نی برای لیکن برای دفاع وطنم هر زمانی که باشد برادری عزیز یک شرف اخی در مثال حمایه وطنت ایستادن خب و ملک خود مثال دفاع کردن به خدا قسم یک شرف باور کنید این بسیاری بسیار بگیم که یک آبروی یک ارزشو بگیم قیمت انسان بلند کردن که وقتی مثال انسان در حمایه وطن نیست یک بار من مسئله را گفتم بعضی برادرها هرچی هر خیل آدم ها هنو من یک برنامه داشتم در برای همین خدمت همین بچه ها را دعوت کردن لیکن کسی مرا درست بفهمه کسی اگر همین فراست عقلش باشه آخی این ملک ای برادر این وطن مونه این خانه مونه این مادر مونه این پدر مونه این فرزنده مونه آخی ما و شما که در همین جا نیستیم همین بیننگی و بیناموسی ما را نشانه میده ملک ما را کی نگاه میکنه آخی اگر خودمون نکنیم آخی این قره که دل ما و شما برادر عزیز برای این زادگاه و وطن ما میسوزن به نام خدا دل یگان انسان خارجی نمیسوز آخی نمیسوز اگر چی نمیجا میان میگن ای نتریه او ایقا خوش روی او مثال شرطان ایقا مردم خوبین ای ما میخوام که تاجیک باشم او چیزایی هستن که سرسرکی هم این چیزی که ما خون من در اینجا خونی ناف من بگیم ریختگی محبت ما شما دیگه برادر